منصور جان عمرов سردار ریاست اجرایی جزای وزارت عدلیه تاجیکستان امروز پس از ملاقات با پرزیدنت بر رادیو آزادی گفت که چند رهبری از مؤسسه‌های اصلاحی عوض کرده شدند که با سبب‌های مختلف طی چند مدت اخیر آنها برکنار شده بودند. امروز این رهبران نو با مصلحت و مشورت پرزیدنت تاجیکستان از نو تعیین کرده شدند. طبری گفته می شود یکی از این محبس‌ها محبس رقم 3 و دیگر محبس رقم 1 و محبس رقم شهر دوشنبه یعنی محبس رقم 6 می باشد. اما طبر ما قبلا یادآور شده بودیم در محبس رقم 3 که با حادثه آشوب محبس خوجند معروف است و در اونجا طبر مقامات گفته بودند حدود 21 نفر کشته شده بود. رهبر این محبس فیض الله سفرزاده از وظیفه‌اش برکنار کرده شده بود. گفته میشد برای 4 سال از آزادی محروم کرده شد و امروز پس از ملاقات با پرزیدنت طبری که منصور جان عمرов گفت رهبری نوی آن تعیین کرده شد. حادثه محبس خوجند که در ماه نوامبر سال گذشته رخ داده بود پس از گذشت چند ماه دیگر در ماه می سال روان در محبس با نام کرپیشن نیز همین گونه آشوب برخاست و در اونجا نیز تقریبا 39 نفر کشته شدند. به دنبال این در اول همین ماه ایول هنگام انتقال 127 نفر محبوسا از خوجند به دوشنبه 14 نفری آنها نیز دچار مرگ شدند و طور منصور جان عمرов امروز گفت که سببش این بود است که خلب زهرآلود استعمال کردند. اما نزدیکان این فوتیده ها در صحبت های ویدیویی بر رادیو آزادی گفته بودند که آنها بر اثر لط و کوب و شکنجه حتی تا زمان انتقال به دوشنبه آنها جان دادند. ولی منصور جان عمرов این را کاملا رد کرد و به طور قطعی گفت که از این حادثه خیلی متاسف است و آنها به هیچ صورت بر اثر لط و کوب کشته نشدند و آنها یعنی زهرآلود شدند و در حال حاضر نیز تفتیشات ادامه دارد و نتیجه نهایی آن در روزهای نزدیک اعلام کرده می شود.